خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ برم آمریکا یا آلمان؟ آمریکا. خب نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشه، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز تماثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفته باید پیوند مغز و استخوان بزنیم، درست میشه اگه پیوند مغز و استخوان. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پات هم هست بس. یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ نه بابا با سیمچین؟ ای بابا مجبور بودم یا میشکست ایزگیل. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون فقط معلوم